را میخواین به نام منطقه جدا کنه، ما را به نام زبان جدا میکنه، ما را به نام نژاد میخواین جدا کنه، ما را میخواین به نام مذهب جدا کنه، دشمنا میخواین استفاده کنه. خدا شاید من الان یک نفر شیعه هستم با شما صحبت میکنم، شیعه هستم، بر اساس تعلیمات شیعه ما اهل سنت دوست دارم و برادری خود میدانم، ما جعفریم به فقه جعفری عمل میکنم، خدا میدانه که من به فقه حنفی احترام قائلم و ابو امام ابو حنیفه را به عنوان یک دانشمندی که میلیون‌ها پیرو دارد در دنیا او احترام میکنم، ولی خدا شاید من پشتو را دوست دارم و برای من خیلی شیرین پشتو میگن. این تعصبات چیه؟ با تمام زبانهای وطن خود، تاجیکی باشه، هزاره باشه، ازبک باشه، هر چی که باشه ما احترام قائلم. چرا ما را به نام هزاره و ازبک و تاجیک و پشتون از هم دیگری جدا کنن؟ سرزمین آریانا بزرگ